ایگار چطور بچه من عاطفه هستم و امروز اومدیم با دو تا از کدهای خیلی معروف بازی GTA V. اولیش پرش بلنده، این تو خاطر با مربع میزنید 1 3 تا 9 467 82 6 48. دوباره مربع رو میزنید تماس. الان پرشتون بلند و این راحت میریم سراغ کد دوم، تعمیر ماشین. و الان ما باید یه ماشینگیر بریم. خب برای ما یه ماشین پیدا کردیم. من عمدن میزنم به دیوار که خراب شده، یکی نشون بدم که میگه اینجا خط وحشتناکی افتاده، ما کنیم درستش کنیم. چیکار کنیم؟ یه دوبارتون بکنم و حالا میبینید 1 3 تا 9 دوستان، همینطوری که بهتون میگفتم این کد رو باید توی ماشین بزنید و 3 تا 9 1 3 تا 9 88 78 53 و مربع رو دوباره میزنید و به همین راحتی ماشینتون درست میشه. و من یه چیز دیگه بهتون یاد بدم، میدید تو مخاطب ها اگر لازم نیست دوباره بزنید، اون چیزی که کدی که آخرین بار زدید روی ستاره کلیک کنید و اون کد ظاهر میشه. همین که میبینید کد ظاهر شد و من زدم و میزنید و کد ظاهر میشه براتون. مرسی که تا آخرین ویدیو بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش چنل ما رو دنبال کنید. تا ویدیو بعد خدا نگهدارتون باشه.